بچه سلام. تو آموزش قبل متاسفانه امکانش نبود من از صدای خودم استفاده بکنم. بیشتر براتون تکست نوشتم و فیزیکال اتک و کیرچنس رو بهتون یاد دادم تو آیتم قبل. حالا من میخوام لایف استایل، کولدان ریدوکیشن، همینطور لول ها که ما به چی میگیم لول، و اتک اسپید رو بهتون آموزش بدم. برای این کار اول از همه من میرم سراغ اتک اسپید که اتک اسپید رو بهتون آموزش بدم. ببینید روی هر کدوم از آیتم هایی که میزنید توی این قسمت پایینش یه سری مشخصات نوشته. سمت راست که این نوشته باشه پسیوه، سمت بهش میگیم پسیو های آیتم رو اونجا توضیح میده. حالا برای اینکه اتک اسپید رو یاد بگیرید و بهتون آموزش بدم، ببینید این آیتم 35 تا اتک اسپید داره، این آیتم 15 تا اتک اسپید داره، این آیتم 20 تا اتک اسپید داره. خب این آیتم لایف استایل هم داره که بعدا بهتون آموزش میدمش، بعد این توضیح میدم. این آیتم 40 تا اتک اسپید داره. خب اینجا یه نکته خیلی ریزی بگم در مورد آیتم هاست. ببینید آیتم ها پسیو دارن. خب 40 تا اتک اسپید این آیتم شاید ضعیفتر از یه آیتمی باشه که مثال بزنم مثلا همین 15 تا اتک اسپیده. ببین چون پسیو داره، پسیو قضیهش فرق میکنه و هر آیتمی واسه خودش یه پسیو خاصی داره. بعد کیرچنس رو بهتون که آموزش دادم، لایف استایل و اتک اسپید. خب ما با اتک اسپید شروع میکنیم. یه آیتمی میبندیم که اتک اسپید داشته باشه. روی مسکو من این آیتم رو استفاده نمیکنم، خیلی از این آیتم استفاده میکنم ولی من استفاده میکنم، ولی برای آموزش این اتک اسپید رو براتون میخرم که خودتون فرق اتک اسپید رو ببینید. ببینید سرعت ضربه زدن میره بالا. ببینید یه بار دیگه بهتون نشون بدم. این با آیتم اتک اسپیده، این بدون آیتم اتک اسپیده. متوجه شدید؟ حالا من 2 تا اتک اسپید میبندم، خودتون متوجه بشید چقدر روی سرعت تغییر ایجاد میکنه. نگاه کنید سرعت ضربه زدن رو بذارید روی این آیتم، نگاه کنید سرعت ضربه زدن زیاد شد. و روی بیسیک اتک خیلی مهمه این قضیه. روی بعضی از هیروها، نه همه هیرو اعلام کردم، آیتم های اتک واسه مارکسمن، اساسین و فایتر استفاده میشه که روی سری از فایتر اصلا شما اتک اسپید نمیخواین ولی روی سریشون میخواین. این به این صورت. حالا لایف استایل، من میخوام لایف استایل رو بهتون توضیح بدم. میرم روی لورد که بخوام لایف استایل رو بهتون توضیح بدم. راحت میتونید متوجه بشید حرفم. ببینید من دارم اتک میدم، لورد بهم دمیج میده، دمیجم رو نگاه کنید داره میاد پایین و پر نمیشه. حالا میام آیتم لایف استایل رو میگیرم، همینجوری که داره با لورد اتک میده من میام آیتم لایف استایل رو میگیرم. مهمترینش اینه، ببینید توی پسیو هاشه و فکر کنم مردم. بله نذاشتن آموزش رو درست انجام بدیم. خب بچه ها ببینید، ما اینو من یادم رفت اولش بهتون توضیح بدم. ما 3 تا لایف استایل داریم، یعنی 3 نوع لایف استایل داریم. یه دونه توی اسپلمونه اینسپایر که اینجا میبینید من اینسپایر بستم. یه دونه لایف استایل عادیه که روی مارکسمن ها رو بعضی از فایتر رو میبندن که الان من بستم یکیشو، و یکی هم هیبرید لایف استایله که بعد از کشتن انمی یا مینیون یا باف ها و ترتل و لورد، خب وقتی میکشید بهتون مقداری اچ پی و جون میده. خب که بیشتر روی اساسینا استفاده میشه. حالا من میخوام لایف استایل بهتون نشون بدم. بزن منو بزن. ببینید جون من کم شد. خب قشنگ بزنه که نمیزنه این عزیزمون، فقط در میره.
این روی لرد بهتون نشون بدم، چون تا یه جایی هم بهتون نشون دادم. ببینید من میام یه دونه ضربه به لرد میزنم که بیاد بهم دمیج بده. خب ببینید جونم داره کم میشه. خب و من لایف استایل دارم. حالا شروع میکنم ضربه زدن به لرد. ببینید داره جونم پر میشه. به این میگن لایف استایل. خب و حالا خود لول مسکو رو استفاده کنم، چون لول مسکو لول یکش اتک اسپید میده. و اینسپایر رو هم خودتون مشاهده کنید. نگاه کنید چقدر سریع جونم پر شد. این اینسپایر. و خب اینجا هیبرید رو واقعا نمیشه بهتون نشون داد مگر اینکه میگه مینیون بکشم. هیبریدم اگر بتونم بهتون نشون بدم عالی میشه. تا مسکو بیا منو بزن. ببینید کشت. خب این تا اینجا در مورد لایف استایل بهتون آموزش دادم. پس شد 3 تا لایف استایل داریم. یه دونه هیبرید که روی بیشتر اساسین ها استفاده میشه، یه دونه لایف استایل معمولی داریم که روی مارکسمن ها استفاده میشه و با آیتم هاست. ببینید این آیتمه که لایف استایل داره و بازم بود این آیتمی که لایف استایل داره. فکر کنم این تو پسیوش لایف استایل داشت. نه نداره. خب لایف استایل ها رو توضیح دادم بهتون. اتک اسپید هم که بهتون توضیح دادم. فقط هیبرید رو نتونستم بهتون توضیح بدم که این دوباره من نکشه. من این کشت. حالا لچ کرده. ربات میتونه راحت ما رو بکشه چون من آیتم رو فروختم. خب در مورد کولدان اول صحبت بکنم تا تایم برگشتمون به بازی پرشه. کولدان ببینید ما 3 تا لول داریم. خب الان لول ها رو من دارم بهتون نشون میدم. لول 1 ببینید خودتون، لول 1، لول 2 و لول 3. این لول 3 رو به اصطلاح توی پلیرهای موبایل لجند بهش اولت هم میگن. میگن طرف اولت کرده یا هرچی. خب هر 3 تای این و یه دونه بیسیک اتک داریم. خب بیسیک اتک هم که دارم بهتون نشون میدم. ببینید هر 3 تای این لول هامون به جز بیسیک اتک کولدان دارن، یعنی وقتی که استفاده میکنین تا تایمی که باز بشن یه زمانی میبره. خب به این میگن کولدان. حالا وقتی ما میایم آیتم های کولدان ریدیکیشن رو میبندیم، تایم این ببینید لول ها رو من اینجا هم بهتون نشون بدم. این لول اولتمه، این لول دومه. خب وقتی هم بکشید بهتون جهت میده بعضی از لول ها. و این لول یکمه. خب این هم بیسیک اتک. ببین بیسیک اتک که کولدان نداره کلا. خب با اتک اسپید تایم ضربه زدنتون بیشتر میشه. وقتی میایید کولدان میبندید نگاه کنید این آیتم رو الان استفاده کردم. خب خورد. ببینید حالا من از پتیفش استفاده نمی کنم. 39 ثانیه 38 ثانیه 37 ثانیه مونده تا این باز بشه. خب و ما وقتی میایم کولدان میبندیم، خب به عنوان مثلا فول کولدان ببندیم، من روی هیروی لنسلوت کولدان میبندم یا بعضی از هیروها. این تایمه، این 39 ثانیه، خب یهو میاد میبینید شده مثلا 25 ثانیه. خب و تایم باز شدن اولتتون رو کم میکنه. خب همین تو بعضی از هیروها خیلی مهمه، مثلا مثل هیروی لنسلوت که لول فکر کنم 1/14 ثانیه توی زمان میبره تا پر بشه. حالا من این آموزش ها رو بهتون دادم در مورد اتک، آیتم اتک، و شما تقریبا با اتک ها آشنا شدید و میتونید از هیروهای فایتر، مارکسمن و اساسین راحت تر استفاده کنید، نه اینکه همینجوری وارد بازی بشید و بازی بکنید. امیدوارم لذت برده باشید. کانال یوتیوب ما رو ممنون میشم سابسکرایب کنید که ما هم
انگیزه پیدا کنیم ویدیوهای آموزشی بیشتری بسازیم. تو ویدیو بعدی من میرم سراغ آیتم های تانک. اول تانک رو بهتون یاد میدم، بعد ماجیک. امیدوارم که لذت برده باشید. یا علی.